گزارش آماری سالانه نقض حقوق بشر در ایران. به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل اجتماعی از سوی دولت ایران، در حال حاضر امر گزارشگری امری دشوار و خطیر در ایران محسوب می شود. در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار تنها می توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را رصد کرده و یا امکان تحقیق مستند کردن در رابطه با گزارشات را بیابند. گزارش پیش رو به لحاظ محتوایی، آماری، تحلیلی و مستند بودن در نوع خود کم سابقه است. در اولین بخش لازم است اشاره شود همانطور که گفته شد گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران تلاش زیادی را برای بهبود وضعیت گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران می‌کنند. اما متأسفانه تفاوت فاحشی را حسب آمار می‌توان در تمرکز گزارشات بر مرکز کشور در مقایسه با سایر نقاط کشور به عنوان یکی از ضعف‌های نهادهای مدنی ایرانی مشاهده کرد. با در نظر گرفتن آمار 6,316,360 مورد نقض مستند شده حقوق بشر در ایران از مجموع 4,481 گزارش، نقشه مربوطه را مشاهده نمودید. همانطور که در فوق مشاهده می‌کنید، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی است که به لحاظ جمعیت سرشماری سال 1385 تهران 11,228,625 و سایر نقاط کشور 58,249,650 شهروند را در خود دارد. با این وصف طبق آمار تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال 89 49% در تهران و 51% در سایر نقاط کشور بوده است. جدول‌های زیر در بردارنده اسامی شهرهایی است که گزارشات سالانه نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل می‌دهند و همینطور میزان گزارشاتی که از آن منطقه مخابره شده است. بدیهی است عدم ذکر نام یک شهر به معنی عدم وجود گزارش از آن منطقه محسوب می‌شود. جدول استان‌های دارای گزارش بر اساس حجم گزارشات نقض حقوق بشر را مشاهده می‌کنید. برای مثال استان تهران با 1912 گزارش، استان کردستان با 244 تعداد گزارش و استان البرز با 189 تعداد گزارش در صدر گزارشات ارسالی قرار دارند. نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ارسالی را مشاهده نمودید. برای شروع بررسی رسته‌ای نقض حقوق بشر در یک سال گذشته بجاست ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته‌ها بر اساس حجم گزارشات یک ساله داشته باشیم. در این میان باید توجه کرد که تعداد 42 مورد گزارش متفرقه وجود دارد که در دسته‌بندی‌های 11 گانه زیر نیامده است و مجموعاً 6120 مورد نقض حقوق بشر را در بر می‌گیرد. اقلیت‌های ملی در این رسته 449 شهروند بازداشت، 201 مورد ضرب و شتم، 57 مورد قتل یا اعدام، 47 مورد احضار به نهادهای امنیتی قضایی و 211 مورد متفرقه دیگر نیز گزارش شده. همچنین 47 شهروند و 1941 ماه حبس، 75 میلیون ریال جریمه نقدی در این حوزه از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شده است. در کل 274 گزارش در این حوزه وجود داشته که جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 1029 مورد اعلام می شود. در زیر مقایسه گزارشات مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های ملی را بر اساس تفکیک ماهانه مشاهده می‌کنید.
در این راسته کردها با 130 گزارش در صدر دیدبانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب آذری‌ها با 65 مورد، بلوچ‌ها با 17 مورد و عرب‌ها با 5 مورد در ردبندی‌های دیدبانی قرار می‌گیرند. اقلیت‌های مذهبی در این راسته در طی یک سال گذشته 322 شهروند بازداشت، 19 مورد جلوگیری از اجرای آیین مذهبی، 8 مورد ضرب و شتم، 22 مورد تخریب یا پلمپ اماکن اقلیت‌های مذهبی، 6 مورد ممنوع الخروجی، 40 مورد آسیب به امنیت شغلی، 3 مورد ممانعت از دفن اجساد، 13 مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، 85 مورد احضار به نهادهای امنیتی قضایی و 254 مورد متفرقه از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی گزارش شده است. 134 مورد محکومیت از سوی نهادهای قضایی برای اقلیت‌های مذهبی که مجموعاً 6329 ماه حبس تعزیری و همینطور 45 میلیون ریال جریمه نقدی در پی داشته است. جمع موردی گزارشات در این راسته 355 مورد و جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 1949 مورد اعلام می شود. پیروان آیین بهائیت با 124 مورد در صدر گزارشگری قرار دارند و به ترتیب دراویش گناه‌آبادی 61 مورد، مسیحیان 39 مورد، اهل سنت 32 مورد و اهل حق 4 مورد در ردبندی‌های بعدی دیدبانی گزارشگران حقوق بشر قرار می‌گیرند. اندیشه و بیان. در این راسته در طی سال 1389 88 مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی، 25 مورد توقیف نشریه، 19 مورد اختلال تعمدی در شبکه اینترنت، 4 مورد اختلال تعمدی در شبکه مخابرات، 455 بازداشت موردی، 346 مورد ضرب و شتم، 34 مورد ممانعت از برگزاری تجمع، مراسم یا سخنرانی، 3 مورد قتل یا ترور، 10 مورد پلمب تشکل و دفاتر، 3867 مورد بازداشت فله‌ای، 16 مورد اجرایی کردن احکام صادره، 60 مورد تهدید و ارعاب، 94 مورد احضار به مراجع قضایی امنیتی و 421 مورد سایر موضوعات متفرقه در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است. در سال 89 در این حوزه 260 مورد محکومیت از سوی مراجع قضایی صورت گرفت که 13101 ماه حبس، همچنین 3 میلیارد و 248 میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی برای محکومان از سوی مراجع قضایی در نظر گرفته شده است. مجموع گزارشات این حوزه 1173 مورد بوده و جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 5800 مورد اعلام می شود. اصناف. در این راسته در سال 1389 جمعاً 48 مورد بازداشت، 35 مورد پلمپ اماکن، 2 مورد ابطال مجوز تشکلات، 3 مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، 1 مورد لغو مراسم، 758 مورد اخراج از کار، 24 مورد احضار به مراجع قضایی امنیتی، 25100 مورد متفرقه گزارش شده است. در این راسته 10 مورد محکومیت و صدور 216 ماه حبس و همینطور 4 میلیون ریال جریمه نقدی را شاهد هستیم. 173 مورد گزارش در این راسته گردآوری شده است که جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 26107 مورد اعلام می شود. دانشجویی. در این راسته در سال 1389 جمعاً 241 مورد بازداشت دانشجو، 20 مورد اخلال در تجمع، 1036 مورد ضرب و شتم، 8 مورد لغو مجوز نشریه دانشجویی، 343 مورد احضار به مراجع قضایی امنیتی، 588 مورد احضار به کمیته‌های انضباطی، 14 مورد اقدام در راستای اعمال تفکیک جنسیتی،
14 مورد پلمپ اماکن و دفاتر تشکلات، 418 مورد تعلیق از تحصیل، 70 مورد اخراج دانشجو، 434 مورد سایر موارد نقض حقوق آکادمیک را شاهد بودیم. در این رسته در سال گذشته 106 مورد محکومیت قضایی گزارش شده که منجر به صدور 3563 ماه حبس و 40 میلیون ریال جریمه نقدی شده است. مجموعاً 551 مورد گزارش نقض حقوق در حوزه دانشجویی گردآوری شده است که جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 4114 مورد اعلام می شود. اعدام. در این راسته در سال 1389 303 حکم اعدام صادر و 365 حکم به اجرا درآمده است که از این موارد 13 مورد اعدام در ملأ عام اجرا شده است. همچنین دست کم 17 پیکر اعدام شدگان که عمدتاً زندانیان سیاسی بودند به خانواده‌های خود تحویل داده نشده است. جنسیت اعدام شدگان یا محکوم شدگان به اعدام 89% مذکر، 6% مؤنث و 5% نامعلوم گزارش شده است. اتهامات در این حوزه بر اساس درصد عبارت بود از مفسد فی الارض 1%، سرقت کمتر از 1%، آدمربایی 1%، تجاوز به عنف 8%، جاسوسی 2%، جرایم جنسی 5%، جرایم مربوط به مواد مخدر 39%، عقیدتی 3%، قتل 28%، محاربه 10% و موارد نامعلوم 3% گزارش شده است. در مجموع در این حوزه 243 گزارش گردآوری شده است که مجموع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 696 مورد اعلام می شود. حقوق فرهنگی. در این راسته در سال 1389 جمعاً 45 تن دستگیر، 4 مکان پلمپ، 10 مجوز تشکل‌های فرهنگی باطل، از فعالیت 2 تشکل ممانعت به عمل آمده است. همچنین 4 تن ممنوع الخروج، 2 تن اخراج، 2 مورد احضار به مراجع قضایی امنیتی و 57 مورد سایر موارد نقض حقوق گزارش شده است. در این حوزه جمعاً 2 تن محکوم و 144 ماه حبس تعزیری صادر شده است. در کل در این راسته 62 مورد گزارش گردآوری شده است که جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 129 مورد اعلام می شود. کارگران. در این راسته در سال 1389 جمعاً 51 تن دستگیر، 109 مورد اعتصاب کارگری، 12690 کارگر از کار اخراج یا تعدیل شدند. گزارشات 678 ماه عقب افتادن حقوق کارگران مستند شده است. 441844 کارگر از کار بیکار شده اند. 87 تن در سوانح کاری کشته، 55 مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. 2358 مورد نبود بیمه کار برای کارگران، 9503 کارگر بلا تکلیف در حوزه کار گزارش شده است. در این حوزه 14 فعال کارگری احضار و 27903 مورد در سایر موارد مستند شده است. در مجموع 14 فعال کارگری محکوم و 364 ماه حبس تعزیری و 47 ماه حبس تعلیقی صادر شده است. جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه 390 مورد و جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 3,339,218 مورد اعلام می شود. حقوق کودکان. در این دسته در سال 1389
جمعاً 964 مورد کودک آزاری، 4 مورد صدور و یا اجرای حکم اعدام، 1,500,000 مورد کار کودکان، 400,000 مورد کودک مهاجر محروم از تحصیل و حقوق اجتماعی، 1 مورد احضار فعال حقوق کودک، 30,537 مورد سایر موارد نقض حقوق گزارش شده است. در این زمینه 5 فعال محکوم به تحمل 150 ماه حبس شدند. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه 26 مورد و جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 2,851,510 مورد اعلام می شود. حقوق زنان در این دسته در سال 1389 جمعاً 7 فعال حقوق زنان بازداشت شدند. 9 مورد خودسوزی زنان گزارش و 62,076 مورد نقض حقوق تحت عنوان مبارزه با بدحجابی، 2 مورد قتل ناموسی، 1 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد تجاوز به زنان، 22 مورد احضار فعالان این حوزه و مراجع قضایی امنیتی و 236 مورد سایر موارد متفرقه گزارش شده است. 8 فعال این عرصه محکوم به تحمل 118 ماه حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی شدند. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه 59 مورد و جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 62,366 مورد اعلام می شود. حقوق زندانیان در این دسته در سال 1389 جمعاً 76 مورد شکنجه، 285 مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی، 111 مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، 1137 مورد اعمال محدودیت خارج از قانون، 189 مورد اقدام به اعتصاب غذا، 107 مورد انتقال اجباری یا تبعید، 6 مورد خودکشی، 541 مورد اعمال فشار و تهدید، 89 مورد قتل، 212 مورد بلا تکلیفی، 6 مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، 49 مورد پرونده سازی بر علیه زندانیان، 1578 مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب و 567 مورد گزارشات متفرقه گردآوری شده است. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه 1133 مورد و جمع موارد نقض حقوق استخراج شده از گزارشات 17,322 مورد اعلام می شود. محکومیت ها در طی یک سال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر اقدام به صدور 25,975 ماه حبس تعلیقی و تعزیری نمودند که از این مقدار حوزه اصناف 218 ماه، حوزه اقلیت‌های ملی قومی 1941 ماه، اقلیت‌های مذهبی 6,329 ماه، اندیشه و بیان 13,101 ماه، دانشجویان 3,563 ماه، زنان 118 ماه، کودکان 150 ماه، فرهنگی 144 ماه، کارگران 411 ماه را به خود اختصاص دادند. لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده را شامل می شود. از این مقدار دادگاه‌های بدوی 15,817 ماه حبس تعلیقی یا تعزیری، همینطور 2,190 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی، 1,092 ماه تبعید، 1,982 ضرب شلاق و همچنین 5,619,800,000 ریال جریمه نقدی صادر نمودند. دادگاه‌های تجدید نظر نیز 7,685 ماه حبس، 960 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی، 1,258 ماه تبعید، 1,123 ضرب شلاق و 55 میلیون ریال جریمه نقدی صادر کردند. در مجموع این احکام برای 586 شهروند در سال گذشته صادر شده است که لیست مشخصات آنها در گزارشی جداگانه منتشر شده است.
نمودار مربوط به این حوزه را مشاهده می‌کردید. بازداشت‌ها در طی یک سال گذشته نیروهای امنیتی 5485 شهروند را بازداشت نمودند که از این تعداد 857 مورد آن به صورت موردی و 4628 مورد آن به صورت بازداشت فعلی یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بودند. در این رابطه اصناف 48 مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی 449 مورد، اقلیت‌های مذهبی 322 مورد، اندیشه و بیان 4322 مورد، دانشجویان 241 مورد، زنان 7 مورد، فرهنگی 45 مورد، کارگران 51 مورد را شامل می‌شوند. گزارشات ماهانه. در آخرین قسمت از گزارشات تحلیلی آماری سالانه به مقایسه میزان نقض حقوق بشر در طی ماه‌های مختلف با استفاده از نمودارها می‌پردازیم.